نمیترسم و نمیهراسم. جهانیان بدانند ما اول مسلمانیم و بعد افغانیم. بینی انگلیس در اینجا به خاک و خون کشیده، بینی روسیه و امریکا به خاک و خون کشیده شده است. ما افغانیم، ما مسلمانیم. این را میخواهم بگویم که ما را از کروز خود نترسانند. افغان نمیترسد، نمیلرزد. اگر واقعا راست میگویند اینها، قدرت نمایی خود را 4 روز دیگر به اسرائیل نشان میدادند، نه بر سر یک مشت مهاجر. و جریان هستید که اخراج مهاجرین، اخراج افغانان عزیز ما بدون توافق، بدون هماهنگی، بدون اینکه تو هزارها مهاجر را سرازیر کنی پشت مرزها بمانند، این هم خیر باشد. از گرسنگی و تشنگی بمیرند، این هم خیر باشد، چون ما عزت و آبرو داریم. اما این را میگویم که تحمل کرده نمیتواند افغان که تو ناموسش را بگردانی. افغان تحمل کردن نمیتواند. ای حاضرین، شاید در این جمع مهاجرین باشند یا نباشند، درد مهاجر